امام سلام. لکن سلام و زهرمار، تو اینجا چه غلطی میکنی؟ بالا خودم هم نفهمیدم چی شد. ما تا از هواپیما پیاده شدیم یهویی دیدیم تو ورودی جهنمیم. خیلی خری، اون همه اولدرم بلدرمت آخرش این شد. اون اشکول کیه با خودت آوردی؟ الامام انا سلام، اسمی ابو مهدی المهندس. بابا تریپ عربی بر ندار قرشمال، تو که مثل بلبل فارسی صحبت میکنی. امام از خودمونه. ای خاک بر سر من که آمدم فرودگاه به استقبال تو. آخه یکی نبود بگه ابو مهدی، تو که میدونستی هوا پسه، استقبالت از این یابو سلیمانی چی بود؟ خفه بمیر بابا شم بلیله، هرچی میکشم از دست توه. کی گفت بری دو دیوار سفارت بنویسید قاسم سلیمانی رهبر ماست؟ اونو نوشتی ما رو دادی به فنا. لاکن بس دیگه، با هم دعوا نکنید. سیدعلی چه میکند الان؟ آخرین بار که دیدمش با جسم ناقصش دراز به دراز کنار منقل افتاده بود. لبهای کبودش رو از بافور جدا کرد و به من گفت قاسم، سفارت آمریکا رو که نتونستیم بگیریم، اغتشاشاتم که ادامه داره، تنها امیدم به توه، برو ببینم میتونی بهتر کنی یا نه. لکن این گونه نباشد که بروید بهتر کنید اما خودتان بهتر کید. خاک بر سر تو و سیدعلی با هم. امام اوضاع خیلی خرابه، عراق داره از دست میره، لبنان داره از دست میره، ایران داره از دست میره، چیکار کنی؟ لاکن همه‌اش از دست رفتن. شما گرمید حالیتون نیست. فعلا بیاید همینجا یه دیگ برای خودتون دست و پا کنید، منتظر باشید بقیه هم بیان.